ایرانی ها برای اینکه بر کشورشون حکومت کنن باید بین احزاب تفرقه بندازن، یعنی این تاپالای سیاسی رو به هم بزنن، درگیر کنن با هم. هر چی اینا بشه درگیر بشه متصاعد میشه، بوش میاد بالا. من و توی ریاستارتی رازهای این گروه های سیاسی دادیم بیرون و بوش مردم خفه کرده، همه نشستن دیگه کسی خیابون نمیره، دیگه کسی تظاهرات نمیکنه، درها رو بستن. بو زیاده، بیرون پر بوه، در واکنه بخواد بره بیرون نفسش میگیره میاد تو. خیلی کم مونده تا متوجه شن که تنها راه نجات ریاستارت. الان فهمیدن اونها دیگه تنها راه نجات نیستن، دارن نگاه میکنن تا سر بزنگاش.